کیس بعدی به هم بستن راکتورها به صورت سری است، یعنی که ما چند تا راکتور یک اندازه داشته باشیم و بخوایم اینا رو به صورت سری ببندیم. پس یه نکته که اینجا وجود دارد این است، ما راکتورهای ما هم اندازه و یه دونه راکتور نیست بلکه چند تا راکتور است. یک تفاوت عمده بین PFR و CSTR این است که غلظت اولیه ماده در PFR به طور آهسته تقلیل می‌یابد، در حالی که در CSTR به سرعت غلظت می‌افتد. در واقع داخل خروجی سیستم و داخل ریاکشن یکسان است. عملاً سیستم شما انتگرالی نیست بلکه یک معادله جبری. نتیجه برای واکنش‌هایی که سرعت آنها با بالا رفتن غلظت اولیه بالا می‌رود حتما PFR راندمان بهتری دارد. شما اینو داشتین که وی CSTR پس جایی که n بزرگتر از 0 است داشتید، این نکته رو از قبل هم داشتید که PFR بهتر بوده از CSTR. علت بهتر بودن PFR نسبت به CSTR حجم CSTR بالاتر بود و برای یک درصد تبدیل مشخص حجم CSTR بالاتر بود، پس PFR مرجح تر بود، ارجحیت داشت و برای رسیدن با یک حجم مساوی قطعا PFR X بهتری رو خواهد داشت یا درصد تبدیل بیشتر خواهد شد. فرض کنید n تا راکتور CSTR دارم، میخوام اینا رو پشت سر هم ببندم و به صورت سری باشه. پس این نکته شماره 3 نکته‌ای بود که از قبل هم میدونستید. پس ما n تا راکتور CSTR داریم، میخوایم به صورت سری اینها رو ببندیم. دقت کنید تغییر غلظت در CSTR به صورت پله‌ای است دیگه، یعنی شما یک مقدار اولیه رو دارید سریعا میافتد در داخل راکتور و در خروجی، دوباره راکتور بعدی، دوباره راکتور بعدی، دوباره راکتور بعدی. واضح است که اگر تعداد این CSTR ها به n برابر به بی‌نهایت میل کند، رفتار به پلاک فلو نزدیک می شود. پس اگر n تا راکتور CSTR راکتور پلاک فلو راکتوری بود که اختلاط نداشتید، یا در واقع n تا CSTR کنار هم بود که n میرفت سمت بی‌نهایت، پس در هر کدام از این المان ها یا خطوط شما میکسینگ رو داشتید در پلاک فلو، ولی به صورت ارضی میکسینگ نداشتید. اگر n تا راکتور CSTR رو داشته باشی یا پهلو هم بچینی و n بره به سمت بی‌نهایت، رفتار به پلاک فلو نزدیک میشه. این از نظر منطقی، ولی میشه از نظر ریاضی هم اینو توجیه کرد، چون مورد خاصی نخواهد داشت. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، فرض کنید برای سیستم های مایع که اپسیلون آ صفر است، تا و CSTR و تی بار که یکی بود که اینو قبلتر هم داشتیم. خب تا و آی برای یک راکتور می شود وی آی به 9، تا و آی برای یک راکتور می شود وی آی به 9، برای یک راکتور CSTR می شود سی صفر x آی منهای x آی منهای 1 تقسیم بر منفی آرا، x آی تقسیم بر آی منهای 1 تقسیم بر منفی آرا. فرض کنید سیستم شما حجم ثابت باشد، تا و آی می شود وی آی به 9، وی آی به 9 تا می شود سی صفر x آ تقسیم بر منفی آرا، x آ می شد x آی فاینال منهای x آی اولیه. x آی ورودی، فرض کنید راکتور آیوم رو من مد نظرم، راکتور آیوم غلظت ورودی به راکتور x آی آی است، غلظت خروجی x آی است. ریت آف ریاکشن در کجا محاسبه می شود؟ در x آی آی خروجی سیستم و داخل سیستم یکی است، در سی صفر غلظت ورودی است. اگر به جای فرض کنید اپسیلون ها صفر باشه، در یک کیس ساده رو مثال میزنید که اپسیلون ها صفر باشه. اگر اپسیلون ها صفر نباشد، قاطعاً خود فرم معادلات شما پیچیده تر می شود. همین، وگرنه نظر منطقیش تفاوتی نخواهد داشت. پس من برای یک راکتور n تا راکتور CSTR رو پشت هم دارم، این n تا راکتور CSTR رو پشت هم، برای یکیشون ورودی به این سیستم x آی منهای 1 است، خروجی x آی است. ریت آف ریاکشن در کجا محاسبه می شود؟ در x آی. غلظت ورودی به اون سیستم هم که سی صفر است، یا در کل مجموعتون سی صفر است. x آی آی در این رابطه به جای x آی آی من می نویسم یک منهای سی آی به سی صفر، به جای x آی منهای 1 می نویسم یک منهای سی آی منهای 1 به سی صفر. یعنی میخوام بر مبنای سی بنویسم این قضیه رو. اگر عبارات داخل پرانتز رو کم و جمع کنیم، یک ها با هم دیگه زده می شوند، قاعدتا می شود و ریت آف ریاکشن می شود کاسی آی که در مخرج این کس
قاعدتا الان موجود است کا سی آی. پس اگر این جمع کم اگر به یک جمع کم کنید این روابط رو، سی صفر در این روابط زده می شود. قاعدتا چیزی که باقی میمونه می شود سی آی منهای یک منهای سی آی تقسیم بر کا سی آی. این از قبل هم داشتیم شما این همچین نتیجه ای رو، سی آی منهای یک منهای سی آی تقسیم بر کا سی آی. دقت کنید طرفین رو در یه سی صفر ضرب کردم، این یکا که از طرفین زده میشن، این یک با این یک میره، اینجا منفی است، منفی در منفی میشه مثبت، پس میشه سی آی منهای یک منهای سی آی تقسیم بر سی صفر. سی صفرش هم زده میشود، پس سی آی منهای یک منهای سی آی تقسیم بر کا سی آی. میشه دوباره این مسئله رو یه خورده بازی ریاضی انجام داد. سی آی منهای یک خواهد شد سی آی منهای یک خواهد شد سی آی منهای یک به سی آی. قاعدتا این دوتا رو برام دیگه تقسیم کنیم، کا تا آی به علاوه یک میشه سی آی منهای یک به سی آی. این رابطه رو میشه نتیجه گرفت. سی آی منهای یک به سی آی میشه یک به علاوه کا تا آی. تا و آی های شما با هم دیگه برابر است. چرا؟ چون ان تا رآکتوری که دارید، ان تا رآکتور شما هم اندازه هستن. وقتی هم اندازه باشن یعنی چی؟ یعنی حجمشون با هم دیگه برابر است. اف هم که تو همشون یکسان است، پس تاشون با هم دیگه برابر است. پس به جای تا و آی میتونم بنویسم تا و آی مساوی است با تا. چرا؟ چون سیستم های شما هم اندازه هستن. چه نتیجه میشه گرفت؟ نتیجه ای که فرض کنید غلظت در ورودی به رآکتور اول ان تا رآکتور داریم، غلظت ورودی به رآکتور اول سی صفر است، از رآکتور انوم سی ان خارج می شود. نسبت سی صفر به سی ان خواهد شد، من میتونم با استفاده قادم ضرب بنویسم سی صفر به سی یک، سی یک به سی دو، سی دو به سی سه تا سی ان منهای یک به سی ان. سی صفر به سی یک طبق این رابطه چی می شود؟ یک به علاوه کا تا. سی یک به سی دو بازم یک به علاوه کا تا. سی ان منهای یک به سی ان یک به علاوه کا تا. پس قاعدتا می شود یک به علاوه کا تا یک یا تا یک تا دو تا ان با هم دیگه برابر هستند. یک به علاوه کا تا به توان ان. پس دوباره مسئله رو مرور کنیم. یک مسئله است که حجم‌های سیستم با همدیگر یکسان است. اینو داشته باشیم. پس وقتی حجم‌ها یکسان است و سری هستن، تاشون با هم دیگه برابرند. اپسیلون او رو هم صفر گرفتم و به این رابطه رسیدم. رابطه‌ای که اینجا شما می‌بینید. رابطه 5b. پس از یه معادله 5 بود. معادله‌ای که اینجا داشتید. این معادله 5a است که قاعدتاً برای سیستم حجم ثابت است. به جای x آ سی آی به سی آی منهای یک قرار دادم. نتیجه گرفتم سی آی منهای یک به سی آی می شود یک به علاوه کا تا. سی صفر به سی ان رو تشکیل دادم. سی صفر به سی ان می شود سی صفر سی یک به سی دو تا سی ان منهای یک به سی ان. سی صفر به سی یک می شود یک به علاوه کا تا و سی یک به سی دو دوباره یک به علاوه کا تا و یک به علاوه کا تا به توان n است. برای این رآکتور هم اندازه یعنی وی آی مساوی وی نوشته شده که همگی داره مقادیر ثابت تا و آی مساوی با تا هستن. خب این معادله شماره 6 بود که برای چی شد یک به علاوه کا تا به توان n میشد سی صفر سی ان. سی صفر به سی ان. اگر این مسئله رو طرفین رو به توان یک انوم برسونیم، یه دونه تا به دست میاد. پس میشه اول سی صفر به سی ان به توان یک انوم منهای یک. سی صفر به توان یک، سی صفر به سی ان به توان یک انوم منهای یک میشود کا تا. طرفین رو بر کا تقسیم کنیم میشه تا یک. پس تا یک از این رابطه به دست میاد. سی صفر سی ان به توان یک انوم منهای یک تقسیم بر کا. ان تا تا یک یعنی چی؟ یعنی حجم کل سیستم رآکتوری شما. حجم کل سیستم رآکتوری ان تا تا یک. پس می شود معادله شماره 7 ان کام سی صفر سی ان به توان یک انوم منهای یک. شما در این رابطه اگر از این رابطه حد بگیرید و n بره به سمت بی‌نهایت به معادله عملکردی رآکتور پلاگ میرسید که از سی صفر تغییر میکنه تا سی ان. پس قاعدتا تا یک شد سی صفر و یک به اف. خب
پس این برای چه سیستمایی بود؟ سیستمایی که هم اندازه بودن. آیا میشه سیستم غیر هم اندازه باشه؟ حتما خواهد شد. منتها یه تفاوتی وجود خواهد داشت دیگه، اینجا یک به علاوه کا تا یک با یک به علاوه کا تا دو با هم دیگه برابر نیستن. یعنی اینجا نمیتونی نتیجه بگیری یک به علاوه کا تا به توان n، باید بنویسی یک به علاوه کا تا یک، یک به علاوه کا تا دو و الی آخر. یعنی کا تا هاتون با هم دیگه برابر نیستن، تا هاتون با هم برابر نیستن. چرا؟ اتفاقی که میافتد این است که وقتی تاها برابر نباشند و برابر نباشند تاها دیگه برابر نخواهند. تاها با هم دیگر، چون تاها با هم دیگه برابر هستن، سی صفر سی ان می شود یک به علاوه کا تا به توان n، تا یا تا یک همشون با هم دیگه برابر هستن. اگر معادله 6 رو بازنویسی کنیم، این معادله‌ای که اینجاست، تا رو به دست بیاریم، n تا تا، چون f صفراشون ثابت است، n تا v می شود. n تا v میشه حجم کلی راکتورها. پس اگر n تا راکتور هم اندازه داشته باشیم، n ضرب در v تقسیم بر f آصف v تقسیم f آصف که همشون یکسان است، و میتونیم فاکتور بگیریم. n تا v یک به علاوه v2 به علاوه v3 قاعدتا می شود n تا v. n تا یک یعنی چی؟ یعنی n تا v1 به نو صفر یا دبی حجمی، چون در همه سیستم ثابت است. n تا v1 می شود v کلی سیستم. v کلی سیستم یعنی n تا راکتور مساوی. n تا راکتور مساوی CSTR دقیقا معادل یه دونه راکتور پلاگ فلو است. اینجا من دو تا قید گذاشتم که می‌خواستم مسئله رو ابتدایی مسئله ساده بگم، بعدش یه خورده پیچیده‌ترش کنم. دقت کنید شما اینجا کا تا آی هاتون با هم دیگه برابر بودن، ولی اگر سیستم های شما مثلا مثل این حالت باشد، اینجا x صفر ورودی به سیستم از c صفر است، اینجا میشه c1 x1 c2 x2 c i منهای 1 x i منهای 1 c i x i، آخری هم c n منهای 1 c n x n. نه، این سیستم های شما وی آی ها با هم دیگه برابر نیستن. پس کیسی که من معادله شما رو 7 دست اومد در حالتی بود که وی آی ها با هم دیگه برابر باشه، در حالی که در معادلات شما عمدتا همچین اتفاقی نمیافتد. یعنی ممکن است n تا CSTR غیر هم اندازه داشته باشید. اگر n تا CSTR غیر هم اندازه داشته باشید، من این که معادله یه دونشون می شود، نه معادله شماره 10، معادله که انتهای صفحه 10 قرار دارید، یکی از معادلات v بر f آصف. چیکار کردیم؟ f آصف در یک منهای x آصف ورودی به راکتور، یکی از راکتورها من ابتدا بنویسم بعد برمیگردم اینا رو دوباره مرور خواهم کرد. f آصف یک منهای x آصف ورودی به راکتور اول، مثلا به راکتور صفرم با غلظت x آصف، خروجی می شود f به علاوه منفی آر در v. f می شود f آصف در یک منهای x ها. پس به جای f در این معادله f آصف در یک منهای x ها قرار میدم، منفی آر در v. این همون معادله v بر f آصف x ها منهای x ها صفر تقسیم بر منفی آر، معادله عملکردی راکتور میکس است که از ابتدای داستان هم شما همیشه داشتید. خب برگردیم اینجا با این پیش زمینه که دوباره میخواستم یادآوری کنم. f1 میشه چی؟ f1 خروجی از این راکتور f1، اینجا f0 است، اینجا f1 هم دبی مولی شما تغییر خواهد کرد. f1 خواهد شد یک منهای x1 یا می شود f0 در یک منهای x1. چرا؟ چون به اندازه x1 درصد تبدیل خواهید داشت. یا مقدار باقی مونده از f1 f0 مقدار اولیه بود از f0 x a مقداری است که تبدیل شده است از ماده a مثلا به b. f0 در یک منهای x1 می شود f1 خروجی از این. f2 چی می شود؟ یک منهای x2 خواهد. اجازه بدید اول اینو یه مقدار ساده تر کنیم. f0 می شود یک منهای x1، یک منهای x1 می شود c1 به c0، c1 به c0 قاعدتا. x1 فرض کنید سیستم اپسیلون ثابت است، اپسیلون صفر است. اپسیلون صفر باشد به جای x1 چی میتونیم بنویسیم؟ x1 می شود یک منهای c1 به c0، c1 به c0، یک منهای x1 پس می شود f0 c1 به c0. f2 چی خواهد شد؟ f2 می شود خروجی از اینجا نسبت به چی سنجیده می شود؟ یا نسبت به f1 بسنجید، یا به نظر من باید نسبت به چی بسنجید که راحت تر باشه، این اشتباهی که قاطی نکنید که نسبت به چی بسنجید، نسبت به جریان اولی. f2 اینجاست، f0 هم اینجاست.
میشود F1 در یک منهای x2 پریم نوشته است. x2 پریم یعنی از این نقطه نسبت به این نقطه، ولی قاعدتا طبق این رابطه‌ای که F1 از این به دست اومد F2 میشه چی؟ میشه C2 به C0. همشون نسبت به C0 میسنجیم. درست شد؟ پس اگر اینجا C0 باشد F3 قاعدتا چی خواهد شد؟ F3 میشود F0 C0 به C0. Fn منهای 1 چی میشود؟ میشود F0 Cn منهای 1 به C0. Fn چی میشود؟ F0 Cn به C0. پس از اینجا به بعد به نظر من راحت ترین مسئله یا راحت ترین نگرش این است که شما همه چی رو نسبت به غلظت اولیه بسنجید، نه نسبت به غلظت ورودی به سیستم. پس انتا راکتور دارید، غلظت ورودی به مجموع راکتورها C0 است. اولی میشه C1 خروجی، دومی میشه C2. C2 نسبت به ورودی به مجموعه، C3 نسبت به ورودی به مجموعه. اولی چی شد؟ شد F0 C1 به C2. دومی چی خواهد شد؟ اثبات می شود که F1 یک منهای x2 پریم. یک منهای x2 پریم یعنی چی؟ چرا ننوشته از x2؟ چون نسبت به اولی سنجیده است. یک منهای x2 پریم. پس می شود طبق این قاعده، طبق قاعده‌ای که اینجاست یا استقرار داشته باشی، می شود F1 C2 به C1. به جای F1 چی قرار بدید؟ F0 C1 به C0 قرار بدید. قاعدتا می شود F0 C2 به C0. یعنی چی؟ یعنی F2 جریان دومی می شود F0 C2 به C0. این چطور به دست اومد؟ همونطوری که F0 یک منهای x1 است، F2 می شود F2 یک منهای x2 پریم. x2 پریم می شود چی؟ C2 به C1 دیگه، نسبت به ورودی به خروجی به ورودی سیستم. حالا به جای F1 مقدار بالایی رو قرار بدیم، پس می شود F0 C2 به C1. پس میتونیم نتیجه بگیریم Fn چی می شود؟ F0 Cn به C0. تا 1 چی می شود؟ C0 V1 به F0. تا 2 C0 V2 به F0. پس همه رو نسبت به C0 میسنجیم و F0. تا 1 تا 2، ولی تا آی ها با هم دیگر تفاوت دارن. چرا؟ چون وی هاشون با هم دیگر متفاوت هستن. اگر این عبارت رو داشته باشیم با این قضایا می توانیم نتیجه بگیریم طبق این رابطه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ C0 به Cn شد یک به علاوه کاتا به توان n در معادله 6. چرا؟ چون کاتاها با هم دیگه برابر هستن. ولی در این معادلاتی که شما تاهای شما با هم دیگه متفاوت هستن، چون حجم فرق دارند، قاعدتاً می شود یک به علاوه کاتا 1، یک به علاوه کاتا 2، یک به علاوه کاتا 3 تا الی آخر. پس اینجا قاعدتاً از این هم میشه همچین نتیجه ای رو گرفت. Cn می شود Fn می شود F0 Cn به C0. پس تا آی ها می شود C0 وی آی به F0 و از همه اینا میشه نتیجه رو گرفت. پس نهایتا اگر انتا راکتور سری رو به هم دیگه ببندیم، شما راکتور به راکتور اینا رو تحلیل میکنید تا به آخر میرسید، تا غلظت نهایی رو به دست بیارید. این یه مسئله. یا اگر غلظت نهایی در مجموع راکتورها رو به شما دادند، شما میتوانید راکتورها رو غلظت‌های میانیشون رو به دست بیارید. این نکته اول. نکته دومی که میشه از این سیستم نتیجه گرفت این است که تاهای شما اگر با هم دیگه برابر نباشند، یک به علاوه کاتا 1، یک به علاوه کاتا 2 تا الی آخر خواهد بود. اگر n بره به سمت بی‌نهایی است، تا CSTR میشه تا پلاک فلو. تا CSTR میشه تا پلاک فلو ln C0 به C یک منفی ln C1 به C0 معادله عملکرد یه دونه راکتور پلاک فلو است، یا در معادله 6 در معادله 7 این رو به سمت بی‌نهایت میل بدید. پس در راکتورهای پلاک فلو CSTR سری اگر n تا سری داشته باشیم و اینها رو n رو به سمت بی‌نهایت میل بدهیم، قاعدتا میشود یه دونه پلاک فلو. این یه نکته این است. نکته بعدی این است که راکتورهای CSTR رو پله به پله تحلیل میکنیم. مثل PFR نیست که یه دونشون با یک حجم مشخص با n تا با یک حجم مشخص یکسان باشد. خیر، اینجا دقیقاً مشابه سری این نتیجه رو نمیشه، یعنی مشابه سری PFR نمیشه نتیجه رو گرفت که ما اگر مثلا یه راکتور 80 لیتری داشتیم با یه 30 لیتری و 50 لیتری عملکردشون یکسان بود. اینجا یکسان نیست، باید تک به تک اینا رو با هم دیگه تحلیل کرد.
نکته بعدی این است که تاها در هم دیگه ضرب میشوند و به توان n میرسند. نکته بعدی این است که اگر معادله 7n رو به سمت بی نهایت میل بدهید، قاعدتاً به معادله عملکردی معادله شماره 8 میرسید که معادله عملکردی راکتور CST پلاگ فلو است. معادله عملکردی راکتور پلاگ فلو است.